چنان سوال نوشته کردند که من عیناً میخونم. برادر شما گفتید روزی جمعه تبریک نکنید، آیا شما میتوانید یگان دلیل، یگان حدیث، یگان آیت قرآن را بیارید؟ گفته سوال برای نکردن در این باره آن آدمی که تبریک کردن ممکن است گفت او باید دلیل بیارد. برای اینکه اصل در عبادات منع است. الاصل فی العبادات المنع. اصلا عبادت ها حرام است. یگان عبادت رو شما اجرا نمی کنید مگر الله تعالی امر کرده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده باشند. در قرآن یگان امر الله تعالی نیست که روز جمعه همدیگر رو تبریک کنید گفته باشد. در حدیث یگان حدیث نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم همدیگر رو تبریک نکنید گفته باشند. بنابراین آنهایی که به اجازت میتیان به شما رو تشویق میکنن که روز جمعه همدیگر رو تبریک کنید، شما از آنها دلیل طلب کنید. برای اینکه اصل در عبادت منع است. این منطقی هست، یعنی این رو باید خوب بفهمید. اصل در عبادت منع است. ما باید از پیش خودمون یک کار را پیدا نکنیم. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که در این دین ما چیزی نوی را پیدا کند که در دین ما نیست، به خودش مردود است. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. و در روایت مسلم گفتند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که عملی را اجرا کند که در دین ما نیست، او برای خودش رد است. ببینید نماز جمعه را به نماز عید قیاس کرده نمی شود. نماز جمعه مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن به زنها که حتی شما هم حاضر شوید. گفته این عیدی که مثلا عیدی هم لغوی و هم معنوی هست، عید قربان و عید رمضان، عید فطر، عید اضحی، هر دو عیدها. اما عید جمعه این لغوی هست، هر هفته تکرار می شود و هر هفته مردم جمع می شوند. بله اینم عید است، لیکن در این مشروع نیست تبریک کردن، نه آمده است.